امروز هم آمدیم به یکی از رستوران‌های شهر کابل، البته در منطقه کارتی 4، رستوران گرین فود که بعد از یک مدت توقف دوباره به کار آغاز کردن. وافل یعنی اینجا میگیرن، برگزار میشه. خوری یگان چیزی دیگه هم اینجا میگیرن که مثلا بالام داریم، سالن بالام داریم، بعد اینجا هم خودشان میگیرن. بعد دکور چی میدونیم میگیرن. و این چای سیاه را اولین بار است مشتام داشتید. خیلی طرز که هر کسی کارش فرق میکنه. ما که هستیم ساخت مزار شیرخ جور میکنیم. من مطمئن هستم جوانایی که علاقمند کتاب هستن حتما اینجا را انتخاب میکنن. میشه دقیق بگین چند جلد کتاب اینجا است؟ السلام علیکم وطندارای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین. باز هم شما معصومی با یک برنامه جدید در خدمت شما هستم. البته لایک، فالو و سابسکرایب چنل یوتیوب پنجره افغانستان را فراموش نکنین، با دوستایتان شریک بسازین و برنامه‌های جالب و دیدنی ما را بیننده باشین. امروز هم آمدیم به یکی از رستوران‌های شهر کابل، البته در منطقه کارتی 4، رستوران گرین فود که بعد از یک مدت توقف دوباره به کار آغاز کردن و یک فضای بسیار عالی داره. و یکی دیگه چی چیزا داره این رستوران در برنامه با ما بیننده باشید. بیننده‌های عزیز، بیننده برنامه ما باشین تا آخرین دم. فعلا هم آمدیم داخل، البته داخل نه دیگه، باغچه رستوران گرین فود که بسیار یک فضای زیبا داره و بسیار گلای قشنگ، بسیار یک باغچه مقبول که طبیعتاً که غذا خوردن در چنین فضا امو لذت خاص خود را داره. میریم داخل میبینیم که چی است و اینجا در باغچه از اینا بعضی چیزا هست که من نمیفهمم یا چی است، نامشون چی است، ولی درباره اینا با صحبت میکنیم. بیننده برنامه باشین. حالا باید بریم داخل. فعلا هم داخل رستوران گرین فود هستیم و مدیر صاحب اینجا با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر صحتمند. سلام خاص دارم به بیننده‌های عزیزتان، ان شاء الله صحت خوب باشه. زنده و سلامت باشین. میشه یک معرفی داشته باشین بر بیننده؟ به نام خدا، محمد علی احمدی هستم، مدیر گرین فود، رستوران گرین فود و اسپورت منیجر. بسیار خوب. مدیر صاحب بر ما بگوین که در کدام سال اولین فعالیت‌های خود گرین فود آغاز کرد؟ در سال 1398 که تبال 5 سال شده فعالیت داریم. در کارتی 4 فعالیت ما آغاز دارم. و فکر کنم یک مدت توقف هم کرده بودین. یک ماه توقف کرده از خاطری که کمک مشکلات تکنیکی و دکور چی داشتیم. بسیار خوب، بسیار خوب. چطور است فروشات رستورانداری در این شب روز چگونه است؟ خوب است دیگه، خوب است ان شاء الله. فوق‌العاده است. میشه در مورد پرسنلتان به ما بگوین؟ پرسنل عالی داریم، منظم، کلی چیز سیستم عالی است دیگه. فضای آرام داریم برای مشتری، نان سر وقت کلش تهیه میشه. بسیار خوب. چی تعداد از کارمندای شما از طبقه اوناس و ذکور هستن؟ از اوناس بخش زنانه 1 تا داریم، از ذکور 10 تا داریم. خوبی که دوستا چقدر سالون داره، چقدر حال داره رستوران گرین فود. اینه با ما همراه باشین، میریم یک جای میبینیم و درباره‌اش صحبت میکنیم.
صاحب بر ما درباره اینجا بگوین. فکر کنم یک باغچه است و سالن جورش کردن. این سالن یک تفریحگاه است، یک چمن است که مثلا سالن هوای آزاد است. اینجا تفریحگاه است، همین مشتری ما چی هوای آزاد دارد. مخصوص خانم‌ها. مخصوص خانم‌هاست، فامیلیستان بله. و این بخش کارمندایتان هم از طبقه اوناس است. طبقه اوناس است بله. و اینجا تعداد چند نفر گنجایش داره؟ با تعداد 50 نفر 50-60 نفر گنجایش داره. بریم دوستا بیشتر ببینیم. واو چقدر یک فضای زیبا، مقبول و طبیعی. من مطمئن هستم که بیشتر از داخل که اینجا رو زیادتر خوش میکنن. خوش میکنن. محفل‌های اضافه هم اینجا میگیرن. خب محفل هم یعنی اینجا میگیرن، برگزار میشه. خوری یگان چیزی دیگه هم اینجا میگیرن که مثلا بالام داریم، سالن بالام داریم، بعد اینجا هم خوششان میگیرن. دکور چی میزنیم میگیرن سالن. و باز برای محفلا باز جای خانم‌ها واقعا جدا می باشه یا مثلا که یک جای فامیلی که مثلا یک جای باشه که نزدیک باشه، یک جای است. مثلا نه که مثلا دور باشه، قریب باشه، پسر کاکایا باشه، بعدم جداست. جداست. نظر به خواست خود مشتری. بس خود مشتری است. بله دوستان، و این سالن هم دیدین، بسیار یک سالن زیبا با دکوریشن زیبا، یعنی همه چیز طبیعی است. همون که میگن رستوران گرین فود، واقعا که همون گپ است که همه چیز سبز است، همه چیز طبیعی و طبیعت است. بسیار زیاد زیبا و دوستان مشتریان رو میبینین که بیرون رستوران خیلی حاضیات است. میریم طرف دیگه سالن ها که تقریبا گفتیم رستوران گرین فود چند سالن داره؟ 3 سالن داره، 4 سالن داره. سالن اول 2 سالن مربوط مردانه میشه، 2 سالن مربوط فامیلی میشه. بسیار خوب. خب مدیر صاحب درباره دکوریشن از اینجا به ما معلومات بدین که آیا خودتان یا کسی که مالک رستوران است رول داشته، چون بسیار یک دکوریشن زیبا است. طبعا مالک رستوران است. من یک ماه میشه آمدیم اینجا و دیگه جای کار میکردیم. این مالک نقشه بود چیش مالک رستوران به ما نزدیک کردن. یک آدمی بسیار خوش ذوق و خوش است. دیگه اینجا سایت تفریحی هم داریم، سایت اطفال هم هست که میشینن فامیلا راحت تا ساعت 2 بجه شب فعال هستیم. اینجا فامیلا هست تا 2 بجه شب میشینن اینجا، فضای آرام، امنیت، کل چیز امکانات هست. خوب شد شما یادآور شدین دقیق رستوران گرین فود از کدام ساعت تا کدام ساعت فعال می باشه؟ از ساعت 9 بجه فعال می باشد تا ساعت 2 بجه. تا ساعت 2 بجه. 2 بجه شب. 2 بجه شب است. بسیار خوب. یعنی تا 2 بجه شب هم میتونن فامیلا بیاین اینجا. بسیار خوب. و بسیار یک فضای زیبا است دوستا. قسمی که میبینین درخت‌ها و این درخت‌ها میوه‌دار است یا میوه‌دار هم داریم، بدون میوه هم داریم. اگر وقت مشتری اگه به استفاده میکنن از این باشه میوهش باشه، چرا نه، هزار نفر خود مشتری. ولی دوستا حالا میریم طرف سالن‌های دیگه، بریم 3 سالن دیگه مونده کورم ببینیم که 2 تاش مردانه است و یکی هم بر فامیلا است. آمدیم منزل دوم و درباره از سالن زیبا بر ما معلومات میتن مدیر صاحب. سلام علیکم. این سالن سالگیره است، کنفرانس است، یگان شیرینیخوری خورد به این محفل این سالن گرفته میشه، بوک میشه و ما پیش رنگ میزنیم و بوکش میکنیم. این سالن سالگیره کل چیز آرام، کل چیز در اختیارش خودش، دماغ دکور کلش مصرف سری ماستن. این سالن به مشتری را دیدم قرار. باز اگه بخواین نظر به فرمایشی که میتن دکورش تغییر میده؟ دکورش تغییر میتونه، فرمایشی که بخواین دکورش تغییر کنه میشه. باز هزینه دکور و سالن و غذا کلش یک جای حساب میشه یا یک جای حساب میشه؟ باز هر غذایی رو فرمایش بتونه امور آماده امور آماده بشه. بله. کل چیز مثلا اگه کس بخواد یک تولد کوچک اینجا برگزار کنه، هزینه‌اش چقدر میشه؟ هزینه‌اش باز ما مثلا که میخواد امو بک‌گراند امو قدر چی را برشان بوک میکنیم و ساعتی گپ میزنیم. ساعتی گپ. بسیار خوب. یک ساعت چقدر است؟ یک ساعت ما دیگه تا بودن چند نفر است. اگر نفر کم بود از 1000 با بالاست، 1000 شروع میشه. اگر نفر زیاد بود دیگه بیشتر است. و این سالنتان گنجایش چقدر نفر داره؟ گنجایش 30 نفر داره. گنجایش 30 نفر. و امی دکوریشنی که در اینجا شده فکر کنم گلای مصنوعی است. گلای مصنوعی است، این طرفش گلای طبیعی است. گلای طبیعی است. بسیار زیبا. و این برای کنفرانس ها استفاده میشه. کنفرانس ها استفاده میشه کسی. بدون از باز فامیلا اگه بیاین اینجا میباشن؟ وقتی که مشتری نباشن اصلا تو بیاین مثلا. بسیار. باز از لحاظ آرامش و اینا بعضی وقت اطفال بیشتر میباشند در فامیلا، از این لحاظ باز کدام مشکل نداره رستوران؟ نه مشکل نداره. مثلا جای تفریحگاه هم داریم برای مشتریان. بسیار یک فضای زیباست دوستا که میبینین و بله اینجا یک کتابخانه کوچک هم است.
بسیار زیبا. من مطمئن هستم جوانایی که علاقمند کتاب هستن حتما اینجا رو انتخاب میکنن. میشه دقیق بگین چند جلد کتاب اینجا است؟ فعلا که ما نو شروع کردیم بالای 150 جلد کتاب است و انشالله قصد داریم چی کردیم که زیافش میکنیم بیشتر شود و انشالله که بزرگتر شود کتابخانه کوچک. من میفهمم که چون ساحه کارتیچور ساحه است که به پانتون کابل هم نزدیکتر است و بیشتر محصلین میاین اینجا حتما به خاطر کتاب خواندن. بسیار یک فضای آرام هم داره. بسیار واقعا امی قسمت من بسیار خوشم آمد. بسیار زیباست دوستان. و اینجا بخش که گفتن برای محافل می باشه، تولد و شیرینیخوری، هر محفل که باشه، محفلای کوچک دیگه. بله. بسیار زیبا و رنگ پوخانه و اینا تمامش تغییر میکنه به خواست مشتری. خواست مشتری تغییر میکنه. ما امشب اینجا چی داشتیم؟ محفل سالگرد داشتیم. بسیار. خب مدیر صاحب فعلا کجا هستیم؟ فعلا بیرون سالن هستیم که حالا میریم جای شیریخ و شما که آشپز شیریخ بسیار خوب. دیگه اینجا جای شیریخ ماست، اونجا آیس کریم ماست، اینجا فضای آزاد ماست که میتونه شبانه مردم بشینه آیس کریم شیریخ و جوس و برگر میخورن. اینجا فضای آرام داریم، سایه داره، کلش امکانات است. اینجا جای شیریخ ماست که شیریخ داریم که مشتری شیریخ هم دیگه شیریخ وطنی. شیریخ وطنی، شیریخ مزار جان است. شیریخ مزار جان است بله. و میشه که بر ما معلومات بدن که در شیریخ چی چیزا رو استفاده میکنن؟ خب معلوم دار است که شیر می باشه ولی باز هر شیریخ فروشی هم یک راز خود داره. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. صحتتون خوب است؟ بخیر هستین جان پنجره؟ باشین کاملا طرف است. میشه که اسمتون رو بگوین؟ اسمم سعید وحید. سعید وحید جان، شیریخ امروز چقدر فروش کردی؟ شیریخ امروز تا فعلا یک 50 دانشجو سودا کرده باشیم. ماشاءالله. چند از قیمت شیریخ ها؟ این شیریخ هایی که فعلا گرفتیم یا 100 روپیه است. 100 روپیه. و از این پایین تر هم است؟ از این پایین تر 80 روپیه است، 70 روپیه است، 60 روپیه است. بسیار خوب. و چی استفاده میکنی با جز شیر در شیریخ که قدر مردم دوست دارن؟ در شیریخ ما ایل میپرتیم، چای سیاه میپرتیم، نشایسته میپرتیم، 4 ساعت جوش میخوره به قیام میرسانیم، قیماقش جمع میکنیم، چیز خوبیش میدیم مشتری اسقط کنیم. و معلوم میشه بسیار مزه‌دار است. و این چای سیاه رو من اولین بار میشنوم در شیریخ. خیلی طور است که هر کسی کارش فرق میکنه. ما که هستیم ساخت مزار شیریخ جور میکنیم. مردم کابل که مثلا ساختم خود همین کابل شیریخ جور میکنن، سفید جور میکنن، اگر شیریخشون بی مزه است اینجا پیش ما میاد شکایتشون آمادگی است. والا شیریخ تو بسیار خوشمزه است، ما دیگه جای خوردیم شیریخش خو مزه نداره. و بسیار جای نامدار رفتیم که بیخی نامدار کابل بود، شیریخش خوردیم بی مزه بود. اما شیریخ تو با مزه. اینجا جای آیس کریم ماست، 4 پای آیس کریم داریم. دم شام همین 4 پای هر 4ش فعال است و میتونیم توزیع بدیم به مشتری. به روزی است که حتی کم پسمانی هم میکنیم. 2 ماشین کار داریم، یکیش حالا فعلا نیست رفتن نماز خواندن و اینم ماشین کاری ماست که توزیع میده دیگه شکرشان فرشته. و از اینا میپرسیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر. چی مدت میشه اینجا کار میکنید؟ از ما چی تو نفهمید؟ گفتم چی مدت میشه اینجا کار میکنید؟ اینجا چیه؟ یک 5 ماه میشه. بسیار خوب. چند نوع آیس کریم جور میکنید؟ یک 4-5 قسم. 4-5 نوع. کدام طعما هست اینجا؟ هم از قیماق است، توت زمینی است، کاکائویی است، عسلی است، چهارمغزی است، پیستایی است، بادامی است، هر قسم است. کدامش مردم بیشتر دوست دارن؟ بس همش بسیار دوست دارم. هم قیماقی را. کدام طعم آیس کریم جور کردنش یک ذره مشکل است برای خودت؟ کلیش یک قسم است، کلیش آسان است. برای ما فرق نداره. عادت کردین دیگه.
تو کدام روز شده که آیسکریم از پیش خودت خراب شده باشه مشتری صداش برآمده باشه؟ نه نشده. مار کوچک در رستوران گرین فود آمده. سلام قندولای. سل خوب هستی؟ آه نام مقبول چیست؟ اسما اسما جان. صنف چند هستی؟ سی بی سی بی. چطور از در مکتب لایق هستی؟ آه کدام مضمون خوش داری؟ ریاضی ریاضی رو که هیچ کس خوش نداره تو خوش داری. نام خدا دختر لایق هستی معلوم میشه. چندم نمره هستی؟ اول اول نمره. اسما جان همیشه میای این رستوران گرین فود یا یگان وقت؟ یگان وقت. چطور از کدام غذایش زیاد دوست داری؟ غذای اسکریمش آیسکریم. خب از غذایش باز کدام خوش داری؟ غذایش برگر برگر. امروی فامیل میای همیشه؟ خب بیننده های عزیز پنجره افغانستان، فعلا هم در بخش جوس رستوران گرین فود هستیم. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین مادر جان؟ بخیر هستین؟ زنده باشین. خوش آمدید. میشه که معرفی داشته باشین؟ اسم من احمد زیاد است، یک تن از باشنده شهر کابل. شغلم می بخش هتل است. بسیار خوب. احمد زیاد جان چند نوع جوس داری خودت اینجا آماده میکنی؟ جوس 14 نوع جوس اینجا آماده میکنیم که بخش است کیله است، ام است، میکس است، اناناس است، توت زمینی است، دیگه کیوی است، دیگه معجون است. دو قسم معجون داریم. همین بخش است. روزانه چقدر فروشات میشه جوس و معجون؟ روزانه فروشات ما از 80 الی 100 1.5 تا 2.5 ساعت فروش داشتیم. حالا فعلا بازار از ضعیف شده تا 100 تا 120 تا میاد. 100 گیلاس. بله. بسیار ماشاءالله. و معجون گفتین، معجون چه قسم آماده میکنید؟ معجون یک معجون هفت مغز داریم که هفت میوهش میکس میشه. یک معجون ساده داریم که چیز از کیله است و بعضی از میوه دیگه استفاده میشه. میوه تازه سرش استفاده میشه. ساده است، هفت مغزش است، هفت رقم میوهش استفاده میشه. و فکر کنم قیمت‌تر هم هست دیگه. بله، هفت مغزش است شاید 3.5 ساعت 400 است. دیگه سادهش 200 است. و این معجون مربوط کشور خود ما میشه یا کشورهای بیرون؟ مربوط میشه. مربوط میشه چون هفت مغز است که میوه کلش میوه خشک است. کلش میوه خشک آماده میشه. میوه خشک کلی از وطن است گوره است. برای هموطنان فعلا هم در منزل سیوم قرار منزل داره. سیم دو قرار داریم. ما این منزل مربوط مردانه میشه که این ایسای اینجا هم یگان اتاق کنفرانس چیزا تو جلسه بر مردانه میگیره در اینجا. اونجا هم چنان اونجا فضای آزاد داریم، چمن از گل طبیعی لذت میبره. شب تا خیلی دیر مشتری هم داریم تا شب است دیگه. یک فضای عالی این بخشش که است برای کنفرانس است و اون بخش وطنی است دیگه. بخش وطنی است و یگان چیز میکنه، یگان تنفر فرهنگ وطنی را گم چرا میکنه. دوست دارن که البته راحت باشه مثل خانه. خوش دارن. و اینجا یک سالن نگاه است که بسیار زیاد زیباست. دوستان میریم اون رو میبینیم که در فضای باز است کاملا. و این سالن گنجایش چقدر نفر داشت؟ این سالن گنجایشی 10 نفر داره. 10 نفر. و این دیگهش؟ این گنجایش 15 نفر که چی است؟ شش تگیش 15 نفر داره. 15 نفر. بله دوستا، واقعا رستوران گرین فود رستوران است که هر طرف میریم گل و برگ و درخت است. بسیار زیاد زیبا. و اینجا فضای باز مردانه هستن که مثلا یگان تا میشینه که دوستان یک چیزی میخورند اینجا. بسیار یک منظره زیبا هم داره از شهر کابل. از شهر کابل منظره زیبا هم داره و جای عالی و آرام هم است. از سرک عمومی دور هم هستن و بسیار یک جای آرام است. و اینجا تعداد چقدر نفر گنجایش داره؟ تعداد به اندازه 50 نفر ما گنجایش داریم. دیگه اینجا میتونه بشینن لذتش ببره و ما بهتر بشینه که دوستا صمیمی حرف بزنه که فضای آرامی دلنشینی است. بله دوستا، سالونا رو دیدین، بسیار سالونای زیبا، دکوریشن بسیار زیاد زیبا و نکته اصلی رستوران مانده که غذا است و آشپزخانه است. میشه بر ما بگوین از اینجا که چند نوع غذا آماده میشه در رستوران؟ غذای فست فود کلش داریم. خب دیگه گفتنش هم زیاف هستن دیگه. فست فود کلش هم از بخیر قابلی و کباب و چیزا هم فعال میشه به می فردا و پس فردا دیگه. شیریخ و جوس و چیزا که فعال هستن. فست فود همه چیزی که بخوای فعال هستن. بسیار خوب. بریم دوستا طرف آشپزخانه ببینیم چه چیزا آماده است و چه چیزا رو من خودم آماده کنم.
عزیز در آشپزخانه قرار داریم، جایی که به مطمئن هستم تا حال منتظر دیدنش بودیم و سرآشپز صاحب اینجا هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوش آمدین. بسیار زیاد. تشکر. اسم مبارک. احمد مبین اسدی هستم، سرآشپز عمومی رستوران گرین فود. بسیار زیاد خوش شدیم. سلام و علیکم. میخوایم از شما پرسان کنم چقدر تجربه کاری دارید؟ ما 14 سال است که در مسلک آشپزی و بخش فست فود ایفای وظیفه میکنم در تمامی رستوران‌های شهر کابل و خارج از کشورم تجربه داشتیم. بسیار خوب، بسیار خوب. فعلا چی آماده میکنید؟ فعلا یک پیزای چیکن میدیم آردر مشتری است و در حال آماده ساختن هم است. بسیار خوب. روزانه چقدر غذا آماده میکنید شما اینجا؟ روزانه ما چون انواع مختلف از غذاها را داریم در بخش فست فود و آردرها مختلف است نظر به خواست مشتری. پیتزایی که داریم، چیکن منزایی که داریم، برگرهایی که داریم، ساندویچایی که داریم و یا دیگه آردرها مختلف است. خود در کل بازار پیتزا ما بالاتر از دیگه چیزا. بالاتر است. ما امروز میخوایم پیتزا پختن یاد بگیریم. حتما چرا نه، حتما چرا نه. شروع میکنیم که اول چی میکنید؟ خمیر از چی اضافه میکنید؟ خمیر از این مواد مخصوصی داره که خود آشپز صاحبا هم اگه کسایی که آشپز هستن میدونن و از دیگه خمیرها فرق داره. فکر بعض مصالحه دایش استفاده میشه. بله. ما خمیر قبلا درست کردیم، انبار کردیم در قالب و حالا میریم سر موادی که اضافه میشه به پیتزا و پیتزا آماده میشه. دوستان میبینیم که در پیتزا چی چیزا را استفاده میکنن اینا. ما 20-25 نوع پیتزا داریم ولی پیتزا خیلی است. این مشتری‌ها کسی انتخاب نمیکنه، خوش نمیکنه. پیتزای مشهوری که در افغانستان هم رایج است 20-25 نوعی است که خیلی مردم شناختن و استفاده میکنن و از مشهورترینایشان کدام است؟ نامایش میشه بر ما بگوید. پیتزا در کل یک غذای ایتالیایی است که در ایتالیا برای اولین بار پیتزای مارگاریتا یا پیتزای پنیر توسط یک نانبای آماده شد و از ایتالیا این غذا رشد کرد و فعلا در افغانستان پیتزا علاقمندای خود داره، بخصوص بخش جوان. بسیار زیاد. خیلی به پیتزا علاقه دارن و آماده میکنن، سفارش میدن، به رستوران‌های مختلف میدن، نوش جان میکنن و الحمدلله پیتزایی که ما هم آماده میکنیم مشتریای خاص خود داره و هموطنان ما خیلی راضی هستن. میشه بر ما بگین که در چقدر مدتی آماده میشه؟ پیتزا عموما در 6 الی 8 دقیقه داخل داشتن مختلف است. از 6 دقیقه الی 8 دقیقه پیتزا آماده میشه و این پیتزا از نگاه تاپینگ تمام است. داخل داشت میره ان شاء الله 8 دقیقه بعد پیتزا آماده است. بله دوستا 8 دقیقه بعد پیتزا آماده میشه. نزد مشتری میرن نوش جان. ان شاء الله. میریم دوستا پیتزا رو دیدیم، حالا میریم طرف غذاهای دیگه ببینیم که دیگه کدوم غذاها رو اینجا در آشپزخانه آماده کردن. چیکن منز یا زبان عامیانه‌اش بال مرغ است که در حال آماده شدن است. در فرایر و فست فود غذایی است که ماشینای فول اتوماتیک پخت خود داره و از دیگه پخت و پزها فرق داره، متنوع هست. به مو خاطر هموطنان عزیز ما جوان‌ها غذا را خیلی انتخاب میکنن. خب هموطنان عزیز، بیننده برنامه ما بودین، سپاسگزار شما هستم. من مطمئن هستم که تصویر و برنامه رو دیده از این رستوران حتما خوشتان آمده و فعلا هم معاون رستوران گرین فود با ما هستن. سلام علیکم. علیکم سلام، خوش آمدین. بسیار زیاد خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشین. میشه که یک معرفی داشتین؟ اسم من زینالله اسحاق هستم، یکی از مدیرای این رستوران و اینجا کار میکنم. بسیار خوب. معاون صاحب میخواستم از شما پرسان کنم که البته سوالی که مانده، شما خدمات دلیوری هم دارین؟ بله، خدمات دلیوری داریم چون ما مصروف کارهای خود هستیم. در یگان تا بخش ما یگان تغییرات آوردیم در بیشتر بخشاش. مصروف از او هستیم. در ظرف یک هفته، یک و نیم هفته یا 2 هفته انشالله ما قصد داریم به نزدیکای محله کارتچار و سایه نزدیک از
آهسته آهسته از ساحل نزدیک شروع میکنیم. بالاخره بخیر با شعبای دیگه ما بخیر با کل کابل هم رسیدگی میکنیم انشالله. و ما شنیدیم که پلان های بسیار زیاد هم دارین به آینده گرین فود. بله پلان های بسیار زیادی داریم برایش بخیر. خداوند یاری و کمک ما کنه که بخیر کلی پلانایی که ما در ذهن خود داریم یا با رضوا سر رضوا کار کردیم کلش ان شاء الله عملی کنیم. در پلانای بسیار زیادی ما مثلا در آینده می‌خواهیم کباب و سیجی و کابلی و پراچا و شیر پراچا و یکان چیزای دیگه هم فعال کنیم. دیگه چیزاش که شما تصویر گرفتین و چیزاش در آینده ان شاء الله بخیر بعد از یک هفته 2 هفته یا 1 ماه بخیر ان شاء الله تصویر از وارو می‌داشته باشه ان شاء الله. و در قسمت اخیر برنامه رسیدیم. میشه اگر کدام پیام داشته باشین به هموطنای ما؟ پیام خاصی ندارم، فقط یکی از دوستای ما میشه برای ما میگفت میگه بخور بنوش شاد باش. همین زندگی است که قناعت داشته باشیم. کلی هموطنای ما شما خداوند سرشار و سرفراز داشته باشه. ما در خدمت کلشان هستیم. به خاطر از ما زحمت میکشیم اینجا خواری میکنیم و سرمایه مصرف کردیم که یارو فقط خوشحال کنیم. زنده و سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر میکنم از شما بیننده های عزیز و نازنین. امیدوار هستم لایک، فالو، سابسکرایب به چنل یوتیوب پنجره افغانستان فراموش نکنین. یک برنامه زیبا، یک رستوران بسیار زیاد زیبا با تمام تجهیزات، سالن زنانه، سالن مردانه، بخش شیریخ، آیس کریم و آشپزخانه بسیار مجهز که بسیار زیاد حفظ صحی بالا هم داشت و غذاهای بسیار مزه‌دار. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه برنامه و حتما اگر میخواین در یک فضای آرام و دلنشین غذا نوش جان کنین به رستوران گرین فود بیاین. یه بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد خداوند یاری آورد.